الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا الآية. مسئولین بزرگوار، علماء معزز، شیوخ گرانقدر و جوانان محراب انصار، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به طور خلاصه فقط چند جمله را میگویم. کسانی که صفحات سکولارها و ملحدین را در صفحات مجازی دنبال میکنند میبینند که زیاد خوشحال هستند. در جوابشان گفته میشود ای کسانی که به شهادت مولانای بزرگ اسلام و ای کسانی که به شهادت نواده ایوب انصاری رحمه الله خوشحال شدید، بدانید که هرات شهر خون و شهر شهادت است. هرات شهری است که 24,000 جوان و عالم و شیخ خود را در یک روز از دست داد، اما در راه تحقق اهداف آنها یک روز هم استاد نشد و همیشه روان بوده و جریان داشته. هرات شهر اولیاء الله است، شهری است که به خاطر اسلام و به خاطر قرآن همه چیز خود را از دست داده و برای به دست آوردن این هدف به مانند مولانا انصاری را تکه تکه و پارچه پارچه به حضور الله متعال به نمایندگی از شهر اولیاء تقدیم می کنند. اگر شما نعوذ بالله اسلام را به تمسخر میگیرید، ما به وسیله اسلام و وسیله ایمان و قرآن کمر امپراتوری ها را شکسته اید. اگر شما جنت و بهشت ما را به تمسخر میگیرید، بدانید که ما طبق وعده الله متعال که در اون هیچ وعده خلافی وجود ندارد، ما افتخار میکنیم و مفتخرانه به طرف جنت روان هستیم و میرویم. اگر شما نعوذ بالله حوری های بهشت را به تمسخر میگیرید، بدانید که این اسلام ماست و ما به اسلام خود افتخار میکنیم و این قول الله متعال هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم رفت. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در راه اسلام جان داد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در راه اسلام جان داده. حضرت عثمان قاری قرآن بر روی آیه قرآن فسیکفیکهم الله جان داده و جام شهادت نوشیده. حضرت علی در محراب رسول الله صلی الله علیه وسلم ضربه خورده است و امثال آن انسانها و جامعه زیادی امت اسلامی تقدیم راه الله متعال ساخته است و دشمنان زرخرید و بلنگویان پوچ دنیای غرب امروز به خاطر ای که اسلام ضعیف بشه علماء ما را هدف قرار داده است. ای کسانی که به نام اسلام را قربانی میکنید، بدانید که این ره که تو میروی به ترکستان است.
اگر فکر میکنید با شهادت مولانا انصاری هرات ضعیف می شود، بدانید که هرات قوی تر می شود. اگر احساس میکنید که این منبر جایگاه شهید پارچه پارچه ما بعد از او خالی میماند، با صراحت و اطمینان کامل میگویم که با جانشینی شیخ بزرگوار فضل الرحمن صاحب و این جوانانی که امروز صدایشان به عرش الله متعال میرسه، با همکاری این جوانان، با همکاری و حمایه این جوانان بدانید که مشتی کوبنده تر و محکمتر و مستحکمتر از زمان انصاری صاحب بر دهان شما سکولارها و ملحدین خواهد خورد. شهادت مولانا کاری را کرد که جهان اسلام را متحد کرد، جهان اسلام را بیدار ساخت، از اقصا گرفته، از مجاهدین گرفته، از دنیای اسلام گرفته همه را متوجه کرد که در هرات چه گوهری وجود داشت. اما خطاب من به هموطنان و خصوصا هراتیای بزرگی است که تا وقتی که علمای شما زنده است قدر آنها را بدانید، قدر این جوانانی که از صبح صف میکشیدن برای شنیدن قال الله و قال رسول، قدر این جوانا باید دانسته بشد. اینها مانند یاران حضرت حسین در کربلای گازرگاه جان دادن و انتظار جان دادن هستند. فلذا صحبت را خلاصه میکنم و صحبت را کوتاه میکنم. الله متعال شهادت مولانا را که خودش همه شما شنیدین که دعا میکنه ای الله ما را میگه شهادت محروم نکن، الله متعال را به هدف خود رسان. کسی که مسلمان باشه به شهادت باور داره. اگر باور نداریم بریم باز بعد از 2 ماه بیاییم اجسادی شهدا را امتحان کنیم. استاد یاسر رحمت الله تعالی علیه در زمان جهاد پیش از فتح روز اعلان میکنه، میگه ای نوکران یهود و نصارا فقط با یک چیز بیایم با شما مبارزه میکنیم و بس. جنازه ای که از شما دفن شده و جنازه ای که یک مجاهد برای اعلای کلمت الله دفن شده، هر دو جنازه را یک روز از خاک بیرون میکنیم و در حضور مردم اونها را مشاهده میکنیم. هر کدام که ثابت و سالم بود بدانیم که او بر حق است و اگر خدای نکرده جسد شهید ما خراب شده بود ما از جهاد و مبارزه دست میکشیم. فعلا هم ما میگویم ای ملحدین و ای سکولارها بیایید امتحان کنیم این گز و این میدان، بیاییم اجساد کسانی را که جرمشان فقط لا اله الا الله محمد رسول الله و جرمشان رساندن دین الله متعال به جامعه اسلامی بود، دیگر جرمی نداشتم، شما آنها را تکه تکه و پارچه پارچه کردید، بیاییم امتحان کنیم. فلذا جوانان بزرگوار و علمای عزیز، الله متعال را خواهانیم که او توفیقی را که الله متعال شامل حال مولانا انصاری کرده بود همه ما و شما دعا کنیم که الله متعال شامل حال جانشین بزرگوار از او بگرداند. الله متعال ثمره خون او را که قطراتی بود مبدل به دریای فیض بیکران خیش بگرداند تا اینکه جامعه اسلامی را سیرابتر از قبل بگرداند. و ما علینا الا البلاغ المبین.